یه برنامه غذایی میخوام بهت بدم قیمتش 2 میلیون تومانه. یه عیدی میخوام بهت بدم تا عید بدن تو بسازی. این برنامه برای حجم و وزن مناسب افراد 70 تا 80 کیلویی. صفحه اولون هم داشته باشید. کلی از این مطالب علمی و کاربردی رو براتون میذاریم به طور کاملا رایگان. برای اینکه حجم و وزن خوب بگیرین شما باید 6 وعده غذا بخورید. بریم وعده اول صبحانه. 100 گرم جو دو سر وزن خام اوتمیل درست میکنین. یه دونه موز، یه قاشق کره بادوم زمینی یا عسل، 7 عدد سفیده تخم مرغ و 2 تا زرده. میان وعده اول 2 ساعت بعد از صبحانه. 200 گرم سیب زمینی تنوری، یه سیخ جوجه یا 4 عدد فیله و 50 گرم مغز خام. میرسیم به وعده بعدی نهار. شما 15 قاشق برنج کته باید بخورید و 250 گرم گوشت قرمز، حالا یا میتونین به صورت استیک بخورین یا به صورت کبابی. و اگر میخواین متنوع باشه میتونین به صورت ماکارونی هم درست کنید. اون گوشت قرمز رو چرخ کنین و با ماکارونی میل. وعده چهارم که میشه وعده قبل از تمرین خیلیا. وعده خیلی مهمیه. چرا؟ چون که انرژیتون رو توی تمرین تامین میکنه. 12 قاشق برنج کته، 250 گرم سینه مرغ و 50 گرم مغزیجات خام. وعده بعد از تمرینتون هم یه پروتئین زودجذب مثل سفیده تخم مرغ میخورین و 250 گرم سیب زمینی تنوری در کنار 1 عدد موز. وعده بعدیتون هم که وعده شام، 12 قاشق برنج سفید و 250 گرم ماهی قزلالا اگر بود سالمون. یه نکته مهم، شما باید کنار وعده‌های غذاییتون از سالاد و سبزیجات استفاده کنین. روغن زیتون با هر وعده غذاییتون 5 تا 10 گرم هم میتونین مصرف کنین.